العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، أو كما قال صلی الله علیه و سلم. او مسئله که من اراده دارم به ارتباط او در روشنایی آیات و احادیث یک چند سخن به حضور شما تقدیم بکنم، او مسئله رفق است. رفق هم همین تو معنای لغوی، معنای اصطلاحی رفق و رفق نبی علیه السلام با صحابه کرام، رفق نبی علیه السلام با طالبین، کسی که به طلب علم به طلب حدیث می آمد، و رفق نبی علیه السلام با مردم به اصطلاح کم فهم و کم درک. نبی علیه السلام با او چی معامله میکرد، چه نرمی میکرد، انشاءالله ای را بیان میکنم. رفق در لغت مصدر است، از باب نصره و ضربه اردو میآید. رفقا یرفقو رفقا و هو رافق و رفیق، یا رفقا یرفقو نصره میآید. رفقا یرفقو رفقا و هو رافق و رفیق. رفق در لغت نرمی را میگه، ضد شدت ضد سختی ای را رفق میگه. رفق در اصطلاح ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میگه: هو لین الجانب، او اخلاق خود نرم کردن، بالقول والفعل، در سخن گفتن و در کار کردن، والاخذ بالاسهل، و در معاملات به او امر آسانتر عمل کردن. در هر کاری که تو مشغول باشی با مطریقه آسانش عمل بکنی، این را رفق میگه. و رفق ضد عنف است، عنف سختی را میگه، رفق نرمی را میگه. رفیق این صفت مشابهش است، مثل شریف و رفیق در صفات باری تعالی می آید. ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. میگه الله تعالی رفیق است، یحب الرفق، الله مهربان و رفیق است و نرمی و مهربانی را خوش میکنه. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، الله میگه به نرمی آن ثواب را میده که او را به سختی نمیده، یا به اعتبار دنیا به نرمی آن نتیجه و آن فایده را میده که او را به کسی به سختی نمیده. رفیق که صفت باری تعالی شود، معنای از چی مطلب؟ ان الله رفیق یحب الرفق، میگه معنایش که او مهربان است به بنده های خود. یغفر ذنوبهم، گناهایش معاف میکنه، و یستر عیوبهم، گناهانش پوت میکنه. حال باری تعالی به گناههای تمامی بنده خود خبر است. هر بنده که هر چی کرده الله در سر از او خبر داره، اون افشایش نمیکنه، ظاهرش نمیکنه. یک بنده 10 سال 20 30 40 50 70 80 90 سال گناه بکنه، برای الله معلوم میباشه، به کس ظاهر نمیکنه. 90 سال پسانم که توبه بکنه، الله میگه بس قبول است، بیا بازم توبهش قبول میشه. میگه الله رفیق است، گناهان عباد را معاف میکنه، پرده سرش میکنه، و بنده ها را بایی که سرکش باشه، گناهگار باشه، به او اعطا میکنه، روزی میده، به او اولاد میده، دیگه نعمتها را سرش نازل میکنه، بایی که او بنده سرکش میباشه. میگه این صفت الله شد، اون الله با عباد خود رفیق شد، نرمی کننده شد. و یک گناه و دو گناه با گناه 1 سال و 2 سال و 3 سال و 5 سال آدم را نمیگیره. 30 سال 20 40 50 60 سال هم گناه بکنه، الله او را نمیگیره، وقت میتورش تا که توبه کنه. رفق این صفت انبیام است. انبیام امرای امت خود، امرای اصحاب خود، امرای یاران خود نرمی میکرد. انس ابن مالک میگه ما یک روز امرای نبی اسلام در مسجد نشسته بودیم. میگه یک صحابی آمد، از دشت و بیابان و از صحرا آمده بود، آداب مسجد برش معلوم نبود. میگه آمد یک طرف مسجد بول شروع. میگه صحابه جانش دویدن و سر و صدا کشیدن، مه مه.
اسم فعل است و معنای لا تفعل یا امتنع، نبکو. نبی علیه السلام برش گفت میگه لا تزرموه، میگه بولش سرش قطع نبکنید، دعوه بگذارید و خوب کار خود خلاص کنید. مردکه را ترک کردن و خوب بول خود کرد، خود فارغ کرد. میگه نبی علیه السلام دعاه برای خود خواست، میگه ایجا بیا. او که آمد برش گفت این هذه المساجد، میگه ای که است ایره مسجد، میگه این مسجد است. لا تصلح لشیء من هذا البول، میگه ای برای از بول برای ایک چیزشم مناسب نیست. اگه بول باشه، قاذورات باشه، دیگه نجاست باشه، این مسجد برای ای جور نیست، برای ازی تیار نشده. ولا القذر، نه برای قضای حاجت کلانی جور شده. انما هی، جز این نیست مسجد که است لذکر الله، این به خاطر یاد کردن الله است عز و جل، صاحب غلبه و صاحب جلال است. و الصلاة، این به خاطر نماز جور شده. و قراءت القرآن، این به خاطر قرائت قرآن جور شده. میگه نبی اسلام امی الفاظ برش گفت او کما قال، یا مثل ازی امی تو الفاظ برش گفت. باز میگه کسی را امر کرد که برو یک سطل آب بیار، یک سطل آب آورد، دمو بول تو خوب بزرگ چپا کرد که او بول مول کل گیر از مسجد بیرون بشید. فشنه علیه یا فسنه علیه، و سطل را با بول خود خوب امو تو به فشار چپا کرد. علما میگه ایجا نبی صلی الله علیه وسلم امرای آدم آداب مسجد نمیفهمید، بسیار نرمی کرد. میگه اگه سختی میکردی چی تاوان داشت، چه نقصانات داشت، حالی که نرمی کرد یک کدام فواید به اصطلاح ببار آورد. میگه اگه سختی میکرد دور میزدن و میدواندن و اون خود دیگه میگرفت، اون خود به زدن نمیداد. میگه و بول انسان خود فی الحال بند نمیشه، صحابه اگه جانی او میدویدن او از پیش میدوید، اون دیگه مسجدم مردار میشد، حالایشم مردار میشد، جانشم مردار میشد. او مردکم میگرفت و مثلا نفهمید که مردم چرا مرا دواندن. شاید اگه در قریه خود میرفت مردم میگفت که تو خود رفته بودی مدینه منوره و اصحاب بود و فلان، میگه برو ما به دویدن خلاص شدم، کسی را به بول کردنم نمیماندن، اینه ما به خیر خلاص شدم. دیگه هیچ به مثلا نمیفهمید که چی گپ شد. و دیگه میگه ای بوله که به وقت بند بکنی از این مرضم پیدا میشه، و مرض سوزاک و دیگه به مثلا نمیفهمید. دیگه مسجدم گنده میشد، جامایشم مردار میشد، کالایشم مردار میشد، بدنشم مردار میشد، یک تأثیر بدم میبرد. میگه ای تو مردم بود به گپم نمیفهمیدن، مرا ناق دواندن. حالی نه دیگه مسجد مردار شد، نه کالایش مردار شد، نه بدنش مردار شد، نه برش کدام مرضی پیدا شد و تأثیر خوب امرای خود برد. و مسئله رم فهمی که مسئله ازی قرار است که ما باید در مسجدی کارا را نبکنیم. تأثیر خوبم برد امرای خود. شاید آلی اگر به وطن خود رفته باشه برش گفته باشه که تو مدینه رفته بودی، ولی ما رفته بودم، بسیار یک خطایی کلان کردم، بسیار یک کار غلط کردم و بس بسیار یک نبی علیه السلام آدم مهربان بود، مرا چیز نگفت، امرای ما بسیار نرمی کرد. اگر نیو اندیوالایش یک جذبه کرد یه برش گفت دعوه لا تزرموه، بگذارید بولش سرش قطع نبکنید. این تأثیرم بود. یک دیگه مثلا معلوم شد، نبی علیه السلام اصحاب کرام فهمانید که تو معامله نکنید امرای مردم نمیفهمه بسیاری گپار، تو نمیکنی که او را دستی چپا کرده و جزا میدی. اول او را میاری که برادری گپ ازی قرار است، مثلا ای تو میشه ای کار تو غلط بودی را بازی تو نبکو. ما پیش از فهماندن یک کسی را لطکوب میکنیم، جزا میدیم، او خبرم نیست که مرا چرا لطکوب میکنیم. صحابم یک ادب را از نبی علیه السلام یاد گرفتند که ما باید امرای مردم تو معامله بکنیم. هذا القیاس در غزوه احد شما یک قصه را خوب گوش بگیرید، رفق نبی علیه السلام شما ببینید. در غزوه احد نبی علیه السلام مجاهدین تقسیم کرد. 50 نفر صحابه کرام که تیر اندازا بودن، او را به یک سر کن شاند که او را جبل رمات میگن. رمات تیر اندازا جمع رامی است، مثل قضات جمع قاضی. این 50 نفر ایجا شاند به خاطری که دشمن از پشت سر ما نبیاید.
اگر دشمن مشرکین از پشت سر می آمد شما از اینجا وارد تیر باران میکنید. و برازی 50 نفری تو گفت، میگه شما میجا باشین تا که یک نفر از طرف ما به شما نامده که نبی علیه السلام میگه که پایین شوین، با شما پایین میشین. غیر از او در هیچ صورت هم پایین نمیشین. اگر ما فاتح هم شدیم شما پایین نمیشین. اگر ما شکست خوردیم و مرغا آمد و گوشتای ما را میخورد شما از اینجا پایین نمیشین. این 50 نفری تا که نفری ما به شما نامده، یک رسولی ما به شما نامده باشه. این 50 نفری جشیشت عبدالله ابن جبیر یه کلان از جا مقرر کرد. جنگ شروع شد. جنگ که شروع شد صحابه کرام در میدان جنگ نبی علیه السلام به مشرکین غلبه کرد، مشرکین شکست کرد، صحابه به غنایم مشغول شدند. از او 50 نفر 39 نفر پایین شدند. میگه ما پایین میشیم، جنگ خلاص شد. و کلانشان عبدالله ابن جبیر و 10 نفر دیگر. او برش گفت پایین نشوید. نبی علیه السلام چی گفت؟ میگه اگر ما فاتح هم شویم شما پایین نمیشین، اگر شکست هم بخوریم گوشت ما را مرغا بخوره بازم شما از اینجا پایین نمیشین تا که یک کس از طرف ما به شما نامده باشه. و این 39 نفر گپ قبول نکرد یا پایین شد. که پایین شدن خالد ابن ولید تا به این وقت ایمان ناورده بود، در صف مشرکین بود و کلان سواره مشرکین بود. 200 سواره زیر قومنده ازی بود، اسب سوار. یی خالد ابن ولید از پشت سر به اصطلاح از زمان خطری که نبی اسلام او را تصور کرده بود به عینی امو نقشه را خالد ابن ولید به سر گرفت. از پشت سر به امی 11 نفر سری کو بالا شد. کو آنقدر بلند نبود، کوی خرد است که بالا شد و 200 نفر یا 11 نفر یک چند تیر می اندازی کردن. خودی از 211 نفر خو نمیشه. این 11 نفر خو شهید کرد. این 200 مشرکین از طرف پشت سر به صحابه کرام پایین آمدن. صحابه کرام به غنایم مشغول است. یا از پشت سر حمله کردن. و مشرکین شکست زده که دید که این خالد ابن ولید از پشت سر رسید، و مشرکین شکست زدن پس رجوع کردن. صحابه کرام ما بین دو قوای مشرکین گیر آمدن. 70 نفر در جنگ شهید شد. بسیاری صحابه زخمی شد. حتی نبی علیه السلام هم در زخم برداشت. خب بعضی صحابه را پس نبی علیه السلام تنظیم کرد، آستا آستا عقب نشینی کرده در کوه احد، در داخل احد یک دره را نبی علیه السلام برای خود مرکز انتخاب کرده بود، در اونجا خود پنهان کرد. مشرکین که دیگه چقدر زور زدن داخل نتانستن. مشرکین پس عقب نشینی کرده و مردای خود برداشته و جنگ خلاص شد. حال نبی علیه السلام امی 39 نفر که پایین شده از این جمله بعضیایش زنده بود. یا را خب باید سم جزا میداد به خاطری که از وجه ازیا این شکست آمد و یا گپ قبول نکرده بود. امو خطری که نبی علیه السلام پیش بینی میکرد امو خطر واقع شد و نبی علیه السلام یا را چیزی نگفت. این تو نگفته که او فلان او فلان او فلان، مثل که ما یک کسی به اصطلاح یک کار خطا بکنه دیگه به او شروع میشیم دو بزن و فحش بگوی و بی بگوی فلان بگوی فلان و فلان. هیچ گپ هم نزد، بلکه چی میگه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. میگه او نبی علیه السلام این رحمت الهی سر شما شده که تو بر ایشان نرم شدی. لان یلین و لینن، این نرمی را میگه. حروف لین الف واو یا را میگه به خاطری که نرم میباشه، از یک حالت به دیگه حالت بدل میشه. میگه این رحمت الهی است بر شما که شما به این صحابه کرام این تو نرم شده. ولو کنت فظا، اگر تو بد اخلاق می بودی، غلیظ القلب، دلت سخت می بود، لانفضوا من حولک، این صحابه کرام کلگی از تو یک طرف دیگه طرف بخش می شدن، کس سر تو جمع نمی شد. فاعف عنهم، از این صحابه که گپ تو را قبول نکرده از یا عفو بکن. واستغفر لهم، امی گناهش برشان از طلب الله سوال مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، و امرایز یا بازم در کارا مشوره بکن. و اذا عزمت، وقتی که اراده و قصد کار بکنی، و توکل علی الله، و الله تعالی توکل اعتماد بکن. ان الله یحب المتوکلین، یقینا الله تعالی بنده های متوکل را دوست داره، امرایز یا محبت میکنه. این صحابه که از به اصطلاح از خطا و از سهو آنها این شکست آمده بود
او را نبی اسلام کدام جزا نداد، کدام بد بوا نگفته، بلکه از الله تعالی سوال کرده که یا الله به این صحابه ما بخشش بکو، معافی بکو، از وجه خطایی از یا کلی جنجال جور شد و از او طلب مغفرت هم کرد. و این نرمی برادرای یک راز کلانی است. اگر کس میخواهد که ما در قوم خود، در قبیله خود، در محله خود، در منطقه خود کلان باشم، امیر باشم، مردم سریمه جمع شود، آدم باید نرمی بکنه. سختی که کردی تکبر و غرور، با آدم متکبر کسی جمع نمیشه، با آدم نرم مردم میایه برای او رجوع میکنه، گرد چهار اطراف او جمع میشن. و بما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا، اگر تو بد اخلاق میبودی، غلیظ القلب، سخت دل میبودی، لانفضوا من حولک، مردم از چهار اطراف تو یک طرف و دیگر طرف پخش میشدن، میگریختن، از تو دور میشدن. حالی تو نرم هستی که مردم چهار اطراف تو جمع شدن. اینمی صحابم که به اصطلاح از وجه ازیا شکست آمد، حالی ایم از پیش تو نمیره، یه امرای تو میباشه که سیل که ما چی یک کار خطایی کردیم، این نبی علیه السلام هنوز به ما طلب مغفرت هم میکنه، از الله سوال مغفرت هم میکنه. عایشه رضی الله تعالی عنها در یک حدیث شریف نقل میکنه، میگه نبی علیه السلام گفت ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانه، میگه نرمی نمی باشد در یک چیزی مگر او را زینت میده. ولا ینزع من شیء الا شانه، نرمی از هیچ چیز کشیده نمیشه الا شانه، مگر او را بدنمود میکنه، او را بدرنگ میکنه. در هر کاری که نرمی باشه او را انوز زینت میده. مثلا تو استاد باشی، درس میکنی، تدریس میکنی، و درس و تدریست گپ جدا است. طالبیان میگه والا بسیار خوب استاد است، خوب درس میکنه، خوب او چقدر نرم است، نرمیشه که ببینی. این امو تدریس تو را زینت میده. دریور باشی، والا بسیار خوب دیور است، خوب موتررانی میکنه، چقدر نرم است. تو که امرایش رفیق شوی، یک بار در موتر امرایزی سوار شوی، واسطه نرمی از این میبینی. در هر کار که نرمی بود و کار تو دیگم زینت پیدا میکنه. ولا ینزع من شیء الا شانه، شانه یشین شین، یک چیز را بدنمود کردن. نرمی که از هر چیز برآمد او را بدنمود میکنه، او رونقش از بین میبره. مثلا یک استاد خوب محقق باشه، خوب فهمیده باشه، خوب درس میکنه، یک طالب میگه والا فلان بسیار خوب استاد است، چه تحقیق میکنه، و دیگه میگه برو گمش کن. اون روز یک طالب بیچاره ناوخت شده بود، دید تو گپا برش گفت که بیخی دیگه از چوکات برآمده بود. فلان والا بسیار خوب قاری است، خوب حافظ است، خوب مجوید است، و دیگه میگه برو گمش کن. اون روز یک قاری بیچاره را زد، دستش میده کرد. این خیلی انسانیت است. این کلگی حسنش به قباحت بدل شد. فلان والا بسیار خوب دیروار است، گمش که او چی دیروار، درو برم والا که دیروار باشه. اون روز یک پیری بیچاره زود پایی نشد، این برشید تو گپا زد که تو در و پکیرانه دادی و یک ساعت سر ما تیر کردی، این تو یک بد اخلاقی کرد. اما کلگی محاسنش پس رفت. از وجه چی؟ از وجه ازی که در کار ازی نرمی نبود. اگر آدم میخواه که کار ما زینت پیدا کنه، حسن پیدا کنه، با امرای ازو نرمی را خلط بکنه. بلکه در بعضی موارد در یک کسی ضعف می باشه به اعتبار درس و تدریس و استازی، نرمی می باشه و ضعفش هم پس پت می کنه. مثلا یک استاز باشه در درس و تدریس کمزور باشه، یک طالب بگه میگه ولی استاز خوبی تو درس امروز خوب نداد، و گمش که گپ نزن دیگه، ولی امو یک اخلاقش هم بسیط است. این اون امو اخلاق و امو نرمی ازو پس امو یک نقصان ازو رو پت میکنه، جبیره میکنه. این کمال نرمی است. این تو یک کس قماندان باشه، والی باشه، قاضی باشه، مفتی باشه که نرمی بود امرایش و کار ازو دیگم زینت پیدا میکنه. اگر نرمی نبود که چقم آدم تکله باشه و حسنشه کس نمیگه. اگر کسی بگویم و دیگه سرش رد میکنه، میره برو گم که اوره تو برم یاد میکنی، دیروزی تو کرد، پریروزی تو کرد، تو فلانی قماندان سبم یاد میکنی، اوره که قماندان کرد. او یک روز یک بیچاره آمد برای شهریزا آورد، زد امرای رزه مریضش میگه برو گم شو، یه وقت است که تو میایی. او بیچاره را یک لپرک ذلیل کرد. این و کلگی کمالاتش از وجه سختی ازی از بین را. نبی اسلام میگه ان الرفق لا یکون فی شیء، نرمی نمی باشد در یک چیزی الا زانه، مگر او را زینت میده. زانه یزین زینتن،
به معنای زینت دادن. ولا ینزع من شیء الا شانه، و نرمی از یک چیز نمی براید، کشیده نمیشه مگر او را خوب حمید. در دیگه حدیث شریف میگه، ابو دردار روایت میکنه از نبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلوة والسلام میفرماید من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر. میگه با کسی که داده شد سهم از او از نرمی، برای از او میگه داده شد سهم از او از خیر. کسی که نرم بود در کاروبار و در زندگی خود و ثمره خود فیصله بکنه که سهم ما، نصیبه ما از خیر او به ما داده شده، ما از خیر محروم نیستیم. و من حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر. میگه کسی که به او سهم نرمیش نداده شده بود، پس به او سهم خیرش نداده شده است. کسی که سختگیر بود او باید بفهمه که سهم خیر ما به ما داده نشده، ما از خیر محروم هستم. چرا؟ نرمی ده من نیست. اگر به ما خیر داده میشد به ما نرمی داده میشد. هذا القیاس در دیگه حدیث شریف میگه من یحرم الرفق یحرم الخیر کله. میگه کسی که از نرمی محروم شد از کلگی خیر محروم شد، به این بیخی خیر داده نشده. اما با اصطلاح اساس خیر که اون نرمی است یه از او محروم است. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است، میگه یک روز در مجلس نبی علیه الصلوة والسلام نشسته بودیم، میگه یک یهودی آمد سلام داد، در سلام خود ایتو گفت السلام علیکم. سام مرض را میگه، هلاکت و تباهی را میگه. به نبی علیه السلام گفت السلام علیکم، هلاکت باشد بر شما. نبی علیه السلام برش گفت و علیکم. عایشه رضی الله تعالی عنها جواب نبی علیه السلام نفهمید. او بر یهود گفت میگه لعنت الله علیکم و غضب الله علیکم. نبی اسلام برش گفت میگه یا عایشه، ای عایشه نرمی بکو، علیک بالرفق و ایاک والعنف، نرمی بکو، از سختی خود دور کو. عایشه تنها میگه ما برش گفتم یا رسول الله الا تسمع ما یقولون، تو نمیشنوی او چی میگه؟ السلام علیکم. نبی اسلام برش گفت الم تسمعی ما قلت، تو نشنیدی ما چی گفتم؟ او نه، یا گفت هلاکت تباهی بر شما باد، ما برش گفتم سر شما باد و علیکم. آله یا با ما بد دعا کردن، ما با یا الله دعای ما را در حق ایشان قبول میکنه، دعای ایشان را در حق ما قبول نمیکنه. دیگه گپ خلاص شد. از این اضافه تر دیگه سختی نبکو، دیگه شدت نبکو، بان دیگه از سختی خود دور کو. در دیگه حدیث میه نبی اسلام با عایشه رضی الله تعالی عنها گفت یا عایشه تو ارفقی، نرمی بکو در امور خانه و با مثلا خادم باشه، نوکر باشه، مزدور باشه، خرد باشه، کلان باشه، نرمی بکو. و ان الله اذا اراد به اهل بیت خیرا، الله که با یک اهل بیت اراده خیر بکنه دلهم علی باب الرفق، وار راهنمایی میکنه و دروازه های نرمی، دروازه نرمی را سر از باز میکنه. شوهر با همسر خود، پدر با پسر خود، مادر با دخترها و پسرای خود نرمی میکنه، برادر با برادر، خواهر با برادر، خواهر با خواهر نرمی میکنه. بس امی معلوم شد که به این مردم اراده خیر شده. و ای که زدن بود، کندن بود و دشنام بود و بد گفتن بود، فحش گفتن بود، بفهم که دیگه از این خانه دروازه های خیر بند شد. الرفق بالطالبین. نبی علیه الصلوة والسلام و طالبای خودم، او کسی که به طلب علمی می آمدن، سبق از نبی اسلام می خواندن، با وا هم نرمی می کردن. حدیث بخاری است، بخاری شریف است. مالک ابن الحویرث این روایت میکنه، میگه ما به حضور نبی علیه الصلوة والسلام آمدیم و نحن شبابة متقاربون، ما نوجوانا بودیم. شبابه جمع شابون است، مثل طلبه جمع طالبون است. شابون در اصل شاببون بود، طالبون با اجدبا مدغم شد، شابون شد، جمع شبابه طلبه. میگه ما نوجوانا بودیم، متقاربون، در عمر با یکی دیگه نزدیک بودیم، 20 ساله، 22 25 تا. فاقمنا عنده 20 یوما، میگه 20 روز امرای نبی علیه الصلوة والسلام تیر کردیم، و لیلة و شب، 20 شب و روز تیر کردیم. عالی میگه و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم رحیما رفیقا، نبی اسلام آدم رحم دل بود،
رفیق مهربان بود. فلما ظن، میگه وقتی که نبی اسلام فهمید که مردم 20 روز تیر کرده، حال خود دیگه شوق خانه در دلشان آمده، از همسر و پسر و دختر و پدر و مادر او در دل آدم میآید. فلما ظن انا قد اشتهینا، یقینا که ما دیگه شوق خانه داریم، اهلنا او قد اشتقنا، ما شوق خانه کردیم، سألنا، میگه از ما پرسید که شما در خانه کی ماندید. اگر شما فکر کرده باشید کسی که خانه شوق بکنه، باز که از او پرسان بکنی که در خانه کی است، کی زنده است، در خانه پدرت کجاست، مادر و دیگه و دیگه. و کس که هر کس که امو بسیار برای آدم نزدیک باشه امور اول یاد میکنه. ولی یک مادر جان ماست دیگر میگی ولی پدر جان ماست، و دیگه میگی تو یک برادرک خرد ماست. مثلا اگه دختر داره ولی یک دخترک که من میامدم نو پیدا شده بود، یک پسرک ماست، میگه این قصه را شروع کرد. نبی علیه السلام فهمید که یا شوق خانه را دارد. 20 روز تیر شده، 5 سال تیر نشده، 1 سال تیر نشده، نفهمیدید؟ 20 روز، 20 یوما و لیلتا. سألنا عمن ترکنا، میگه از ما پرسید از آن کسانی که ما وارا گذاشته بودیم در خانه، از پدر و از مادر و برادر و خواهر و پسر. ترکنا بعدنا فاخبرناه، ما هم برش خبر دادیم که تو پدر جان مانده، مادر جان است، خواهرک است، دخترک است، برادرک است. قال ارجعوا الى اهلیکم، میگه برین دیگه خانه برین، رخصتی شد بخیر، چوتیز شد. 1 سال و 2 سال تیر نکنین، ایتو نیست که امتحانات شما باید حتما باشه، برین دیگه. در 20 روز رخصتی داد. فاقیموا، اقامت بکنین فیهم در اهل بیت خود، و علموهم، با تعلیم بتن دم 20 روزه که چی را یاد گرفتن، و مروهم، و با امر بکنین. و ذکر اشیاء، میگه دیگه بسیار مسائل ذکر کرد، احفظها او لا احفظها، بعضیش یاد دارم بعضیش یاد ندارم. و بری ما گفت و صلوا، بوجه که خانه رفتن امیتو نماز بخوانین، کما رأیتمونی اصلی، مثل که مرا دیدن که من نماز میخوانم. و اذا حضرت الصلاة، وقتی که وقت نماز رسید، فلیؤذن لکم احدکم، یکی شما برای شما آذان بکنه، ولیؤمکم اکبرکم، و باز که امامت شد امو کبیر کلانتر شما باید برای شما امامت بکنه. در 20 روز واره رخصتی داد. میگه برین دیگه امی سبقا را که خواندم برای در خانه با مردم بخوانین، این تو نماز بخوانین، این تو آذان بکنین. یه نرمی نبی علیه السلام. حالی یکی تو نشد که نبی اسلام امرایزی ها نرمی کرد و صحابه را به امی نرمی تربیم کرد. حالی صحابی به شاگرد خودم امی تو معامله میکنه. پسان که صحابی خوب ازی تو نیست که او صحابی 20 ساله است، و 10 سال پسان 20 سال پسان او 40 ساله میشه. او باز امیر قوم است، او کلان قوم است، او باز امرای قوم خود امی معامله را میکنه که از نبی علیه السلام دیده. در یک دیگه حدیث شریف میگه یک روز یک کسی آمد، عبدالله ابن ابی اوفا روایت میکنه، حدیث ابو داود است. میگه یک کسی به نبی علیه السلام آمد گفت انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، میگه یا رسول الله ما از قرآن چیزی را یاد کرده نمیتونم، نه صورت دراز و نه صورت کوتاه، این را یاد نمیتونم. فعلمنی ما یجزئنی منه، و ما یک چیز یاد بده که او از حفظ قرآن به ما کافی شود، از حفظ قرآن خلاص شود. راوی میگه نبی اسلام برش گفت قل بگو، تو در نماز خود ایتو بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یہ 5 کلمه را بگو. سبحان الله تسبیح، الحمد لله حمد الله، لا اله الا الله توحید الله، والله اکبر تکبیر، ولا حول ولا قوة الا بالله تفویض. چی شد؟ یہ کلمه تفویض میگه بس همی 5 کلمات را بگو. او برش گفت میگه یا رسول الله هذا لله عز وجل فمالی، میگه یہ خود کلگی از الله شد. سبحان الله تسبیح الله است، الحمدلله حمد الله است، لا اله الا الله توحید الله است، الله اکبر تکبیر الله است، لا حول ولا قوة تفویض الی الله است. یہ خود کلگی صفات و تقدیس و صفایی الله شد. از ما چی شد؟ قال نبی اسلام برش گفت که تو ایتو بگو اللهم ارحمنی، و ما رحم بکو، ورزقنی، و ما روزی بته، و عافینی،
مرا معافی بکو، وحدینی و ما هدایت بکو. میگه این چهار از تو شد. او صحابی که از مجلس نبی اسلام میخست، یار دو دست ای تو گرفت، ای تو اشاره کرد، دیگه بالا شد. یعنی با یک دست امی 5 سخنه گرفتم، با دیگه دست 4 سخنه گرفتم، دیگه رفت. نبی اسلام گفت اما هذا فقد ملأ یده من الخیر. میگه این مردکه دستای خود را از خیر چی کرد؟ پر کرد. این ای دیگه نمازی ازش شد. در قیامم امیر میخوان، در رکوم، در سجدم، در قعدم، در تحیاتم، کل گیامی نماز ازی بود. دیگه نه سورت فاتحه میخوان، نه بقره میخوان، نه آل عمران، هیچ چیزم نمیخوان. این نمازش شد. این نرمی نبی علیه السلام شد امرای امی یک طالب العلم. ما این حدیث شریف در مشکاتم آمده. این که در مشکات بیایی باز طالبا را میگم آلی اگر در زمانه ما یک کسی بیایی که من قرآن یاد نمیتونم، تو به ما یک دعا را یاد بده. دیگه ملاسه میگه خواه تو قرآن یاد نمیتونیم، تو علم پای بستنجا را بیار، تو چطور قرآن یاد نمیتونیم؟ چپا کنی نلی این مرالی را یاد بده. من نمیفهمم که این تشدد و این سختی و این زدن و این کندن این را ما از کجا یاد گرفتیم؟ یا از کجا به این مدارس و به این مساجد ما آمده؟ من بالکل که چقدر تصور کردم این ریش سفید شد، شاید بمیرم. این ما زدن و کندن من ندیدم در قرآن و در حدیث و در سیرت صحابه و در سیرت تابعین، ما را ندیدم. وار خوبان ما که طالب بودیم مثل شما، استازای ما بود، استازای منطق و فلسفه ما، استاز حدیثم نه، استاز فقهم نه، استاز منطق و فلسفه. مرا بچه میگفت، بچه میگفت، پشتون بود، بچه میگفت، نام مرا نمیگرفت، ولی من میگفت میگه تو فکر نکنی که این بچه اصطلاحی ما است. میگه ما شاگرد را مثل بچه خود فکر میکنم. میگه این اصطلاحی من نیست که او از دهان من میبرای و بدل من نیست. میگه ما شاگرد مثل پسر خود فکر میکنم. یک کتاب از پیشش 4 بار خواندم، 4 بار. خلاص شد کتاب، گفتم یاد گرفتی؟ میگه ما گفتم نه یاد نگرفتم. خواه باز بچم شروع میکنم. تنها ما بودم، دیگه طالبام نبود. باز بریم شروع. 2 بار، 3، 4، آخر شد. میگم یاد گرفتم. نه میگم هنوزم یاد نگرفتم. میگه بچم خیلی تو میخوایی که مثل ما واری یاد بگیری، ما واری خون یاد گرفتن نمیتونیم، برو دیگه بس است. 4 بار. ما 4 بار نه، ما که امروز سبق شدادیم صبح دیگه زدن کنن الچپا. او تمام که کتابم را من میخوان تا آخر پس از سر شروع باز 2 ماه 3 ماه باز از سر 4 دفعه. این آدم میخه تعجب میکنه که زدن و کندن از کجا آمد. یا ما باید امرای طالبا نرمی بکنیم. حدیث ترمذی است، ابو هارون عبدی این تابعی است. این میگه ما که به حضور ابو سعید خدری می آمدیم، او برای ما میگفت مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فیکم. میگه خوش آمدید باد با وصیت و به نصیحت نبی علیه السلام فیکم در حق شما. میگه به ما به شاگردان مرحبا میگفت. ما که به ابو سعید خدری می آمدیم، او به ما مرحبا میگفت، خوش آمدید با او وصیتی که نبی علیه السلام به ما کرده بود. باز برای ما میگفت، میگه نبی علیه السلام به ما گفته. صحابی میگه، ابو سعید خدری میگه ان الناس لکم تبع، این مردم تابع شما میباشد. تبع جمع تابع، مثل خدم جمع خادم. میگه مردم پشت شما روان میباشد. یعنی نبی اسلام برشان فهمید که ما تا قیامت زنده نمیباشم، ما یک وقت از این دنیا میرم که ما رفتم با شما صحابه به جای ما میمانین، شما به مردم قرآن و حدیث میرسانین، مردم پشت شما میآیند. ان الناس لکم تبع و ان رجالا یأتونکم من اقطار الارض، مردم بر شما میآید از 4 اطراف زمین. اقطار جمع قطر، این طرف را میگه، ناحیه را میگه. از نواحی و اطراف زمین مردم به شما میآید. یتفقهون فی الدین، و چرا میآید؟ به خاطر فقاهت تعلم دین میآید. فاذا اتوکم، وقتی که طالبا مردم به شما آمد، فاستوصوا بهم خیرا، پس نصیحت خیر مرا در حق ایشان قبول کنید. از طرف من نصیحت خیر در حق ایشان قبول بکنید، خیر از طالبا را طلب بکنید. میگه از وجه این حدیث ما که با ابو سعید خدری می رفتیم، او به ما مرحبا میگفت، خوش آمدید به وصیت، به اعتبار وصیت نبی اسلام در حق شما، که نبی اسلام برای ما وصیت کرده بود که در حق از طالبا شما نصیحت خیر مرا قبول بکنید. این تو عمل کرد باید آدم امرای طالب بکنه.
که طالب آمد تو باید برایش خوش آمدید بگویی. از ما خوش آمدید ما در کجا هست؟ تو کجا گم بود یا بچه؟ ولی پدر رو مریض بود، پدرت هم هلاک شد که تا بالا رو مریض بود. دیگه تو نیست که الله پدرت صحت بده. طالب بیچاره که ناوقت شد از مدرسه او رو میکشه، تو یک جمعه غیر حاضری کردی. تو خو از ما پرسان بکو که ما یک جمعه چرا غیر حاضری کردم؟ پدر مریض بود، مادر مریض بود، خودی من مریض بودم، زخمی شدم، بندی بودم، چیچ بود؟ ترخم بند بود، راه بند بود. این خود دوست تکالیف است. برو دیگه بسیار حماریت نبکو، ایجا دلایل نبگو، دلایل تدخانیت بگو. دیگه او از مدرسه میکشه، از مدرسه خارج میشه. این کدام نرمی شد، این کدام اخلاق نبی شد صلی الله علیه و سلم. هذا القیاس اگر شما یک جای امیر شوین، والی شوین، قاضی شوین، دلگای مشر شوین، یک دیگه مسئولیت برتان داده شود، بازم شما امرای مردم عوام و رعیت خود با این نرمی میکنید، امرای زوا سختی نمیکنید. عایشه رضی الله تعالی عنها از نبی اسلام روایت میکنه، نبی علیه السلام میفرماید اللهم یا الله من ولی من امر امتی شیئا، میگه کسی که متصرف شود از کارهای امت ما یک چیزی را، از کارهای امت مثلا قاضی، والی، دلگای مشر و ولسوال و دیگه و دیگه و دیگه، میگه کسی که از کارهای امت ما یک چیز را متصرف شود فشق علیهم، یا الله اگه با مردم سختی بکنه، فشقق علیه، یا الله تو با او سختی بکن. و من ولی من امر امتی، و کسی که متصرف شود از کارهای امت ما یک چیز را فرفق بهم، نرمی بکنه با امت ما، فرفق به، یا الله تو با او چی بکن؟ با او نرمی بکن. نبی اسلام کلگی انبیا مستجاب الدعوات هستند، دعای ازور الله قبول میکنه. اگر در زندگی خود تمنا دارین که هر کس امرای شما نرمی بکنه، تو امرای زیر دست خود نرمی بکن. اگر اراده داری که مردم امرای ما سختی بکنن، بس تو امرای زیر دست خود چی بکن؟ سختی بکن، دستید نتیجهش کم ذره بالاتر میبینی. و اگه ایجا نرمی کردی از این بالاتر باز چی میکنی؟ باز نرمی میبینی. این دعای نبی علیه السلام است. انبیا کلگی مستجاب الدعوات هستند و دعای انبیا بسته قوم تباه میشد، و دعای موسی فرعون غرق شد، و دعای نوح علیه السلام بسته قوم غرق شد، و دعای نبی علیه السلام کلانای قریش تباه شدند، کلان مردمش تباه شد. هذا القیاس دعای خیرشم قبول است. اگر کس امرای ما تحت خود سختی بکنه، الله باز امرای زوا سختی میکنه. نبی اسلام دعا کرد نرمی بکنین، الله امرای شما نرمی بکنه، کلگی مردم امرای شما نرمی بکنه. از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است، رفق با او مردمه که او با مسائل نمیفهمه یا درک مسائلی را نمیتونه. میگه یک روز نبی علیه السلام در مسجد ششته بود، میگه کسی آمد، او در مسجد نماز خواند، باز بعد از نمازی تو دعا کرد اللهم ارحمنی و محمدا، یا الله تو با من رحم بکو، با محمد رحم بکو، ولا ترحم معنا احدا، و امرای ما دیگه هیچ کس هم رحم نبکو، بس ما دو باشه. نبی علیه السلام برش گفت، میگه لقد تحجرت امرا واسعا، یقینا تو یک سخن بسیار وسیع را که رحمت الهی است، تحجرت، او را بسیار تنگ کردی، او را بسیار منحصر کردی، او را یک تعلیم داد، دیگه او را کدام زجر و کدام زدن و این نداد. انس ابن مالک میگه نبی اسلام که به مدینه هجرت کرد، ما 10 ساله بودم، طفلکی 10 ساله بودم. میگه مادری ما ام سلیم رضی الله تعالی عنها از دست ما گرفت، پیش نبی علیه السلام آورد، میگه یا رسول الله این پسرک ما است، خادم تو میشه، این خادم تو شود، و بسیار پسر زیرک است و هوشیار است. میگه نبی علیه السلام در مدینه منوره 10 سال تیر کرد، ما به 10 سالگی خادم از او بودم، نبی اسلام که وفات میکرد ما 20 ساله بودم. میگه در این 10 سال خدمت و ما ای تو نگو که چرا این کار کردی اگر ما یک کار خطا میکردم، و به ما ای تو نگو که چرا این کار نکردی اگر یک کار به من میگفت و ما او را نمیکردم. ای تو نمیگفت که چرا نکردی. در 20 سال میگه این گپ به من نزد. میگه یک روز به من گفت که برو بچم یک کار بکن، پشت یک کار مرا رایی کرد. میگه در دل ما بود که کار بکنم، و میگه ظاهرا کم ذره
خفه بودم، برش گفتم که نمیکنم. میگه بازم روان شدم پشت کار. او تو به زبان گفتم که نمیکنم. میگه ما که روان شدم، نبی علیه السلام فکر کرد که ولی این پشت کار نرفت. میگه او پشت ما آمد. میگه من که کم ذره آمدم خورد بودم. میگه یک جای تفلکا ساتری میکرد، من برش استاد شدم، اما سیل از واره میکردم. میگه نبی اسلام پشت ما رسید. میگه من پشت کرتای ما تو انگشت خود بند کرد. میگه این تو طرف خود مرا کش کرد. میگه ما که تو پشتر سیل کردم و ما خنده کرد. میگه رفتی؟ ما برش گفتم که نمیرم. میگه از اینجا پس در دیگه چیزم نبود. گپ خلاص شد. نه زدن بود، نه دشنام بود، نه کندن بود، این چیزم نبود. ما از همه گفت که رفتی؟ ما گفتم این حال دیگه بخیر میرم. در 10 سال نگفته که چرا کردی، نگفته که چرا نکردی. ما در یک روز چلی بیچاره را 10 بار میزنی. ایره چرا ای تو کردی، ایره چرا ای تو کردی. در 10 سال خو از 1000 بارم بخیر تیر میشه. این رفق بود، نرمی بود. این بسیار اهم است، جدی است. ایره ما و شما باید در کدام جایی که ما و شما مسئولیت داره. مسئولیتی تو نه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. انشاءالله بازی مسئله را مستقل بحث میکنیم. مسئله مسئولیت را. مسئولیت تو وشکوی تو نیست که تو بگی ما امیرالمومنین شوم باز ما مسئول هستم. این تو نیست. ما قاضی شوم باز ما مسئول هستم. ما والی شوم باز ما مسئول هستم. کلگی ما و شما مسئول هستیم. کلگی ما و شما امیرا هستیم. حالی ما در خانه خود امیر هستم. اون پسر دارم، دختر دارم، همسر دارم، سر از روم مسئول هستم. حالی ما باید امرای رو چی نرمی بکنیم. مثلا در مسجد در امرای شما و شما حالی ما اینجا مسئول هستم. ما باید امرای شما چطور نرمی بکنیم. امرای مردم قریه، امرای رسفیدا، این مردمی که ما مسجد میه اینجا ما مسئولیت دارم. ما باید امرای جا چطور نرمی بکنیم. ما این انتظار نبکشم مگه ما امیرالمومنین شدم یا ما وین امیرالمومنین شدم باز ما رفق میکنم. نه او ربان حال فی الحال فکر بکن. شما خودتان مسئول هستید. در یک اتاق هستین. در اتاق تو مثلا کلان هستی، یک دیگه از تو که خورد است. تو 20 ساله هستی، او 18 ساله است، تو از تو که کلان هستی. تو باید امرایزو نرمی بکنی. چلی است، خورد تفلکا است، مادر و پدرشان مانده. این تو تفلکا را اینجا ببینن، مردم او را از دستشان گرفته، پدرش از دستش گرفته، او را به بازار میبره، به او کرتی میخره، به او یک گپ خوب میزنه. او بچم چی برات بخرم؟ به این چلی که میگه که او بچم برات تو چی بخرم؟ و غیری که یا مدو بزنم یا دیگه دشنام بزنه یا دیگه او را یک سوته بزنه. این شما بعضی مسائل رو شما فکر بکنید. این بعضی تو میگه تو چلی‌ها را پیسه میدی، چلی‌ها را تو میکنی. تو خود فکر بکن این خورد است یا نیست. در این تو تفلکا را مادر و پدر در بغل خود میگیره، او را ناز میده. این را کی ناز میده؟ و پدر و مادر خوازی جا به رازی رسیدن کی نمیتونه. این که من امرایزی سختی بکنم، تو امرایزی سختی بکنی، از این جور چی میشه؟ از این امید تو جیش جور میشه که بازی مردم میزنن میکنن. وال نبی علیه السلام که او نرمی میکرد، او خیلی تو نبود که مقصود از این بود که امرای مردم نرمی شود، که او صحابه هم امید تو تربیه شود. ما و شما باید ایجا رفیقا و برادرای خود جور بکنیم که او از ما یک تأثیر بگیره. حالی او استازی من که 20-30-40 سال وقت وفات کرده، حالی او کتابا او که ما دست کردیم یا نکردیم او گپ جدا است. او شفقتی که او امرای ما کرده، او ایجا برای ما یک تعلیم شده که من باید حالی امرای دیگه شاگرد امید تو وضعیت بکنیم. تو امرای رفیق خود امید تو یک وضعیت بکن که این تأثیر از تو بگیره، که ولی ما باید امرای اندیوال و خرد و خود امید تو وضعیت بکنیم مثل که طالب امرای ما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. یا الله این بیان در حضور خود قبول و منظور بکن. اگرچه خطا و اشتباه شده باشه به رحمت و فضل خود عفو بکن. یا الله در ما نرمی را پیدا بکن، در امورات ما نرمی را پیدا بکن، از تشدد و از سختی ما را امضا بکن. یا الله تا به حالت کدام سختیه یا تشدد با خردای خود، کلانای خود و همسینای خود کرده باشیم، یا او را به ما معاف بکن. در عاقبت ما را به ما توفیق اعمال صالحه نصیب بفرما و حاضر مجلس فضل کرم بفرما. یا الله در افغانستان تمام جهان نظام اسلامی را قائم بگردان. کفار و دیگر به اصطلاح مزدورای ایشان را شکست و نابود کن. بندی های محبوسین اهل اسلام بخیر و عافیت و خانه‌شان بگردان.
زخمی‌ها و مجاهدین در حفظ خود نگه بدار، زخمی‌ها را صحت و عافیت نصیب بکن، طالبان علمای با عمل بگردان و حافظا را حفظ قرآن مناسب و کامل نصیبش بفرما.